کارزار سربازی دخترها. ماجرایی که باعث واکنش خیلیا شده و بعضی هم اونا سوژه طنز کردن. اما چیزی که کاملا مشخص و واضحه اینه که جنگ جنسیتی تو جامعه ما آتیشش داره شعله ورتر میشه. متاسفانه تو جامعه ما به دلیل عدم شناخت دختر و پسر نسبت به همدیگه و از طرفی وجود برنامه‌های ترندی که تو فضای مجازی تو این چند وقت اخیر به چشم میان، از دلایل اصلی نفرت پراکنی نسبت به این دو جنس میشن و این نشون میده فضای مجازی و عوامل محیطی تا چه اندازه روی هیجانات و روان آدما تاثیر منفی میذارن. این قضیه بیشتر به دید تلافی کردن به چشم میاد. اگه خاطرتون باشه آدمای زیادی تو این برنامه‌های ترند شرکت میکردن که یه سریاشون فمینیست تاکسیک بودن، یعنی رسما دنبال تحقیر پسرها هستن. و خب کسی هم که این کارزار رو راه اندازی کرده دنبال تلافی کردن این قضیه بوده. دقیقاً همینجوری میشه که دوباره یک موج بزرگ نفرت پراکنی دیگه به وجود میاد، بدون توجه به اینکه چقدر میتونه تو روابط فعلی و حتی آینده آدما تاثیر منفی بذاره. ولی شمایی که داری این برنامه رو میبینی، دو تا انتخاب بیشتر نداری. یا میتونی وارد این بازی‌ها بشی و ذهن خودت رو درگیر چیزی بکنی که کوچکترین سودی برات نداره، و یا میتونی خودت رو اونقدر ارتقا بدی که بتونی تو روابط عاطفی و کاری خودت بهترین ها رو رقم بزنی. چون کاملا واضحه که بیشترین طیف کسایی که درگیر این حواشی میشن اونایی هستن که تو جذب جنس مخالف مشکلات خیلی زیادی دارن. تو جامعه‌ای که مردمش دنبال بهونه و سوژه میگردن، تو دنبال رشد خودت باش و اینجوری میبینی که خیلی چیزا برات تغییر میکنه.